بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدیث هایی که درباره اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود دارد برای شما پیشنهاد میکنیم دوستان گرامی. حدیث در اخلاق آداب پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد است که عبدالله ابن عمر میگویند، عبدالله ابن عمرو میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم لم یکن النبی فاحشا ولا متفحشا. پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن زشت را نمی گفتند و اینچنین برای زشت گفتن کوشش هم نمی کردند. متفحشن، بعضی شخصا انسان های بزرگوها را بیند، یعنی بر خود یعنی ادب و آداب را می سازد، اما نزد اهلش، خانوادهش، نزد فرزندانش چنین نمی کند. پیامبر صلی الله علیه و سلم طبیعتا هم اینچنین سخن زشت گو نبودند. ما باید با این اخلاق خودمان را زیبا بگردانیم. پیامبر میگفتند ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بهترین شما همان شخصی است که اخلاقش خوب باشد. و از اخلاقهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که همیشه نکته نمی گرفتن. مثلا بعضی شخص به هر کاری که میکنید نکته میگیرد، یعنی چی بکردی یا نکردی، چی بکردی، این طور کن یا اون طور بکن. انس ابن مالک میگفتند که 10 سال به پیامبر صلی الله علیه و سلم خدمت کردم، یک بار اوف نگفتم برای گفته کارهای من، یا برای چی بکردی یا بکن، این خیل نگفتم. میفرمودم به کودکانه رفتار میکردن. وقتی که زنهایشان خطا میکردن با 10 خطایشان یک نکته میگرفتن، یا به 10 کودک ها وقتی که خطاگی بسیار میکند کودک ها، باید وقتی که خطاگی بسیار کرد یک نکته بگیریم. اگر به هر خطاگیش هر نکته گرفتیم، ما نیاز به معالجه داریم. انس ابن مالک میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم از روی اخلاق بهترین بودند. از حیاهای پیامبر چگونه حیا داشتن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابو سعید میگن که از دخترهای دوشیزه میگویند که با کیره با حیاتر بودند. وقتی که یک چیزی رو بد بینند در چهرهشون تعیین میشد. یعنی زنی که در اینجا میبینید که زن باید با حیا باشد، مسلمان نیست با حیا باشد. زنی که حیا ندارد او اخلاق ندارد. باید زن بیشتر حیا داشته باشد و اینچنین مسلمان نیست، مرد نیست، با حیا باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم با حیا بودند. و حدیث وارد شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر دو کار پیش می اومد به آسانترش میگرفتن، مادامی که گناه نباشد. و اینچنین برای نفس خود انتقام نمی گرفتند. این یکی از اخلاق پیامبر بود. حتی یهود وقتی که مرگ بر تو گفت پیامبر و علیک گفتند، یعنی می توانستند که تو انتقام بگیرن، اما انتقام پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نفسشان نبود، اما برای حدود الله، فرمان الله انتقام میگرفتند. کسی برای نبوتشان تحقیر میکرد یا قرآن را یا که یگان امر الله را تحقیر میکرد، و از او انتقام میگرفتند. این بود یکی از اخلاقهای پیامبر صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.